سلام. به کانال دارک استوریز قصه های تاریک خوش آمدید. امیدوارم از این داستان هم لذت ببرید و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. این داستان عمق جنگل. مهتاب نور خود را از بین برگ‌های پراکنده درختان به بیرون می‌ریخت. جاده کوچکی را که درون جنگل آغاز شده بود، به چشم‌های پر از هیجان دو جوان درخت کرده بود. آنها، لیلی و کریس، دوستانی صمیمی، تصمیم گرفته بودند که تعطیلاتشان را به خارج از شهر بگذرانند، جایی دور از زحمت و مشغله‌های روزمره. هوا خنک و خوشایند بود، اما با پیشروی درون جنگل، هوا ناگهان تاریکی گرفته و سردتر شد. لیلی که از طبیعت بی‌پروای جنگل بیش از حد می‌ترسید، به کریس گفت: آیا مطمئنیم که راهمون را از دست نداده ایم؟ کریس با اطمینان به دوستش نگاه کرد و گفت: بله، البته. این مسیر باید ما را به رویایی‌ترین کمپینگی که تا به حال دیدهاییم برساند. فقط کمی صبر کن و ببین چه زیبایی‌هایی در انتظار ماست. لیلی نیز سعی کرد اعصابش را تسکین دهد و از جاده جنگلی پیش برود. آنها تا آنجا که می‌توانستند در میان درختان خارج شده بودند. اما هر چقدر که پیش می‌رفتند، هر چقدر که از نور مهتاب دورتر می‌شدند، بلکه به راه خود گمتر می‌شدند. ناگهان لیلی صدایی فریاد زد: کریس، کجا هستی؟ کریس با انگیزهای بیشتر به سرعت به سوی صدا روی آورد، اما هیچ چیز جز تاریکی و سکوت بیپایان جنگل در پاسخ به این فریاد ندید. با نگرانی لیلی به سوی صدای دوستش حرکت کرد و همچنان به سرعت در میان درختان جلو می‌رفت. بعد از مدتی کوتاه، آنها پایشان به دسته‌هایی از گیاهان و بوته‌های جنگل خورده بود که آنها را از هم جدا کرده بود. لیلی با نگرانی گفت: کریس، ما گم شده ایم. کریس نیز با وجدانی تکان دهنده به دور و اطراف خود نگاه کرد. ما باید سریع اینجا را ترک کنیم و سعی کنیم به راهی برسیم که به سمت خروج از جنگل ببره. لیلی به زور خود را از وضعیت پریشان کرد و با اعتماد به نفس به دوستش گفت: بله، دارم فکر می‌کنم یک جاده‌ای را در ذهنم تصویر می‌کنم. باید فقط به سمت آن حرکت کنیم. آنها سعی کردند به سمتی که لیلی تصور کرده بود حرکت کنند. اما هیچ کدام از آنها نمی‌توانستند در ظلمت تاریک جنگل جهتی را مشخص کنند. آنها هر دو در یک حالتی از ناتوانی و ناامیدی به دور و اطراف خود نگاه می‌کردند. اما ناگهان لیلی با چشمانی که ترس و ناامیدی را تحمل می‌کرد، به یک چراغ به دور از درختان برخورد کرد. کریس، نگاه کن. لیلی فریاد زد. کریس نیز با دیدن چراغ احساس امید کرد و به دوستش گفت: بیا سریع به سمت آن چراغ برویم. شاید کمکی راهمان را بیابیم. آنها با امید به دل سریع به سمت چراغ حرکت کردند. اما هرچه نزدیکتر می شدند، صدای اسرارآمیزی که از آن سوی جنگل به گوششان می رسید، آنها را متوقف می کرد. با وجود اینکه به ظاهر چراغ نشانه ای از حیات داشت، اما هنوز نمی تونستند تصمیم بگیرند که آیا باید به سمت اون حرکت کنند یا نه. با این حال، با نزدیکتر شدن، آنها درختانی را که برگهای آنها با تاریکی رنگ شده بودند و به نظر می رسید که از آنجا خارج شدند، مشاهده کردند. لیلی با ترس در دل به کریس گفت: اینجا خطرناک به نظر می رسد. شاید بهتر باشد که برگردیم. کریس با آرامشی که همیشه در مواقع بحرانی نشان میداد، به دوستش گفت: ما نمی توانیم برگردیم. الان بهترین کار این است که به سمت چراغ برویم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. لیلی با تردیدی بزرگ در دل به کریس نگاه کرد. اما با یک نگاه عمیق به دیداری که از چراغ داشتند، تصمیم گرفتند که این بار به سمت اون حرکت کنند و با امید بهترین ها از آنجایی رهایی پیدا کنند. آنها به سمت چراغ حرکت کردند و هرچه نزدیکتر می شدند، احساس نزدیکی به چیزی عجیب و غریبتر از جنگل را در دل خود می کردند. وقتی به سرانجام به محوطه‌ای رسیدند که چراغ در آنجا قرار داشت، آنها حیرت زده به اطراف نگاه کردند. محوطه‌های تاریک و ترسناک با درختانی که شاخه‌های آنها چون دستانی بلند در هوا می‌لرزید، در انتظار آنها بود. یک اتفاق عجیب و ناخوشایند اما ترسناک در آن محوطه بود. با این حال، آنها بیشتر از همه احساس کردند که اون چراغ که آنها را به اینجا هدایت کرده بود، دیگر وجود نداشت و آنها به تنهایی در این تاریکی پریشان کننده باقی ماندند. لیلی و کریس در تاریکی جنگل، بیکس و تنها، با چشمانی پر از ترس و ناامیدی به هم نگاه کردند. آنها متوجه شدند که این سفر به خارج از شهر بیش از حد اشتباه بود و آنها باید سریعاً راهی برای بازگشت پیدا کنند. اما در این تاریکی ناگهانی، آیا آنها قادر به پیدا کردن راهی برای بازگشت به خانه خواهند بود؟ این داستان ادامه دارد.
برای از دست ندادن قسمت‌های بعدی، کانال را سابسکرایب کنید.